سلام. حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. چی میگی بابا؟ این خسرو خوبم نظری سوی گدا کن. بله؟ کیسه پاره شده نمیتونم ببرم. راهی به من خسته دل بی سر و پا کن. توی شناسنامه اسمش خسرو بود، ولی خانواده و دوستای نزدیکش اونو محمود صدا میکردن. ببین مادر، خاله، پیرزن، جونمو نجات دادی، زحمتمو کشیدی، دست درد نکنه. منم حرفی ندارم، نه نمیخوام دب به در بیارم، ولی خودت فکرشو بکن. الان خدا میدونه بابام چند نفر رو اینجا و اونجا فرستاده دنبالم، دارن پی من میگردن. فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای تهران بود. خسرو با صدای دلنشینش شعرهای شاعران معاصر رو دلنشین تر کرد. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله، گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست. فیلم خط قرمز ساخته مسعود کیمیایی شروع فعالیت سینمایی اون بود که نقش خیلی کوتاهی تو این فیلم داشت، اما این حمید هامون بود که اسم اون رو بر سر زبون ها انداخت. اسم شما؟ حمید هامون. این چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا فک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقه‌شو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم. یالا امضا کن، چرا که بکن. دو فیلم کیمیا ساخته احمد رضا درویش سال 1373 و کاغذ بیخط ساخته ناصر تقوایی سال 1380 از فیلم‌های ماندگار خسرو شکیبایی به شمار میان. آخه انت اگه مامانت 2 تا شاخ داره، اگه مامانت 4 تا سم داره، اگه مامانت دم داره، منم باید داشته باشم. جام نخورد جات. ما با هم یه قراری داشتیم، کلک بی کلک. تا من نخوندم تو اون کله پوک هیچ برنامه‌ای واسش نریز. خسرو بعد از گذشت نزدیک به 22 سال از اولین حضورش در فیلم کیمیایی، یک بار دیگر در فیلم حکم در کنار عزت‌الله انتظامی ایفای نقش کرد. تا الان بلند میشی میری، تنها این کارتو میکنی و برمیگردی. ببین ازت خوشم میاد، اما تا یه جایی میدونم زحمت کشیدی، از ولگردی و زورگویی و چاقوکشی و لاتبازی و گنجیش روزی هفتگیری شدی. این رستوران نمیاد آخر داشته باشه. اونم با این همه یابو. آقا شما معروفی به این که تو بچگیات با شیطون توی چاله میششید. کرد اینور، کرد اونور، عرب اینور، عرب اونور، ترک اینور، ترک اونور. آخه ملت دشمنی با هم دیگه ندارن که. کلافم و بیخوابم و خستم، هیچی.
این بنده خدا تا دفن نشه این اتوبوس اینجا تکون نمیخوره دیگه. نبینم با من یکی بوده کنی یا بچه. مفهوم؟ یا مفهوم؟ شکیبایی در تلویزیون هم موفق بود. از زمانی که نقش مدرس رو در سریال تلویزیونی بازی کرد تا مراد بیگ روزی روزگاری، رضا صباحی در خانه سبز، همه کارهاش به دلمون می نشست. شکیبایی آخرین جایزش رو از 23مین جشنواره فیلم فجر به خاطر فیلم سالاد فصل ساخته فریدون جیرانی گرفت. خلقت تعیین نکن بانو. رگا آده تو اینجا چی جوناده کی از زندون در اومدی؟ دیرو از نشم خیسه. بچه دیشب نیومدی خونه دیوونه؟ دیشب که اصلا اوراق بودم تو پاپام تک میزن ساتاقان زده بودن منو میدیدی گیری پاچ میکرد. لو پا بردی معلومه حسابی اونجا بهت ساخته. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن. خسرو شکیبایی روز جمعه 28 تیر ماه سال 1387 ساعت 4 صبح در بیمارستان پارسیان تهران دار فانی رو ودا گفت. یادش گرامی باد.